با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دوران استقلالیت دولتی برای بهتر نمودن سطح زندگی مردم در مجموع 75,000 گکتار قطعه زمین همچون خواجگی یاوه‌رسانی شخصی شهروندان جدا گردیده بود که عین حال ساکنان مملکت آن را پرثمر استفاده نموده زراعت گوناگون کش می‌نمایند. خالمومین دولتوف ساکنی دهه صلح‌آباد در دهات توگرک ناحیه وسع این سال چندم می‌شود که قطعه زمین پرزیدنتی را استفاده نموده با ثمرناک استفاده بردن آن شرایط زیست اویله‌اش را به نموده است. یگان زمین خالی نیست، همش هم یک کمتر زمین هم باشه پوبیل کرده اینا جگاری چوشیدگیم زمین بیکار نیست، این زمین است وجوده ولی وقت هست ممکن ما اینجا بو چی بکارم لولوی صرف میکارم بود ترپ میکارم کمتر از زمین موندگی مهنت میکنی خیلی مهنت کنیم بعد آیندهش تا بو راحت شما میبینیم. خالمومین هر یک وجب قطعه زمین پرزیدنتی را عاقلانه استفاده می نماید. زمین را با قطعه ها جلو کرده محصولات های گوناگون سبزیجاتی کش نموده است. در این قطعه سبزی محصولات کشتی تیرماهی است. حاضرش تا اینا سیم حاصله. اینا بو اینجا چنده گرفتین دور بو بعد اینا بالگاری اینا پامیدور اینا بو دیم حاصله اینا ترپ و گلکرم و سازی تیرماهی اینا جگوری کردیم برای مول. در عرفیت میگویند همسایه از همسایه رنگ میگیرد. از زحمت خالمومین همسایه ها عبرت گرفته در سمت استفاده ثمرناک قطعه های زمین نزد اولگیشان اون مصلحتچی آنها میباشد. ما با یاردم اکای خالمومین همین زمین ها را استفاده میبریم، محصولات میگیریم، بازار خرید نمیریم. این قطعه زمین نزد اولگی با مصلحت خالمومین حاصل خوب داد. همسایه از حاصل زمین شربت و شیرینی ها ذخیره برای تیرما و زمستان تیار نموده است. در منزل دولت بی هم به همین مانند برای ذخیره تیرما و زمستان صدها قوطی های شربت و شیرینی ها ذخیره کرده شده است. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.